گوشت قرمز به هیچ عنوان نباید بشورن. بله دقیقاً حرفشون 100% درسته. میدونی چرا؟ من میدونم، شما میدونی؟ بیا تا بهت بگم. زمانی که گوشت تا میشوری آب وارد منافذ گوشت بشه، مولکول آب تنها مولکولیه که بعد از انجماد باد میکنه. دلیلش اینه. وقتی گذاشتی تو فریزر لایه‌های پروتئینی را پاره میکنه اون مولکولای آب و وقتی که آوردی بیرون خواستی یخ‌زدایی یا دیفراسش میکنی، همراه اون آبی که از گوشت خارج میشه املاح و پروتئین و خاصیت گوشت همراه اون آب خارج میشه. ببینید اینجا CDC قشنگ توضیح میده، میگه که گوشتتون وقتی میشورین این باکتری و این جوشتا رو از بین نمیبره، بعدتر اینا رو پخش میکنه تو سینک و همه جا. از این طریقه که شما مریض میشین. بهترین کاری اینه که گوشت رو فقط بذارین خوب بپزه، کاملا بپزه که این باکتری همه از بین برن. دلیلش اینه. در کل شستشوی گوشت خوب نیست، ولی اگر که وسواس داری و دوست داری گوشت شسته بشه نه دیگه نشورین، یعنی وسواس دارین میبینین که توصیه میشه نباید این کار بکنین، پس نکنین، براتون خوب نیست.